ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سامانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد. 48 کارگر مامگی هر یک کلده با هر یک برگاد خودش با خطیخش ما با دیگه کلده هم هست جمعگیر کردیم سیزن جمعگیری. سالهای اخیر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند. 650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود. اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را میفروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات میکردند ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است. با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب و روز یا سالهای پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی 80 سومان زیاد بود. خاص میتوانند مرحمت آمده از سر کل به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند. مالکان خواجگی های ماهیداری میگویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.